من آخر قصه را از همان ابتدایش می دانستم. من پایان همه چیز را دیده بودم. من از همه چیز آگاه بودم. من به انتظار سرنوشتی نشستم که خط به خطش را خود نوشته بودم. من در انتظار فردایی بودم که امروزش را خود زیسته بودم. من همیشه به گمانها بیشتر باور داشتم تا واقعیتها. انتظار مرا کشت، انتظار رسیدن، انتظار داشتن، انتظار به آغوش کشیدن، انتظار در هر لحظه بودن. روزی در جایی ایستادم. به خود گفتم قصه تو آغاز و پایانی ندارد. به خود گفتم شاید آغاز و پایان قصه‌ات را دیده‌ای. به خود گفتم نگران آغاز و پایان نباش. به خود گفتم اصلاً چرا نباشیم؟ چرا به دنبال چیزی باشیم که می‌دانیم توهم است؟ آن روز اما من بزرگترین قصه زندگیم را نوشتم. قصه کوتاه که طولانی بود، اما نمی‌خواستم به ادامه دادنش آن را به درازا بکشانم. آغاز شد. نفس کشیدم، قدم برداشتم، لبخند زدم، گریه کردم، رنج کشیدم، بریدم، زجه زدم، دردها را پشت سر گذاشتم، خندیدم و ترسیدم، گریه کردم و دم بر نزدم. اما همه اینها فقط قصه بود. چرا اینقدر از این قصه واهمه داشتم؟ من که می‌دانستم قصه است. من که می‌دانستم فقط داستانی است که هر سطرش را به خواندن سپری می‌کنم. راستی چرا قصه ها گاهی اینقدر جدی گرفته می‌شوند؟ من غرق شدم در این قصه و گمان کردم حقیقت دارد. چقدر ترسیدم از این قصه. هر شب دلهره ماندن، هر صبح آرزوی رسیدن و هر روز را شب و شب را روز کردن. تمام شد. قصه تمام شد. من ماندم و تمام آن شب‌هایی که نخوابیدم و روزهایی که نزیستم. من زندگی را دیدم، چشیدم، خندم گرفت، به همه خندیدم، برای همه اشک ریختم، برای آنهایی که دلهره به دست آوردن داشتند و از دست دادند، برای آنهایی که ترس خوب بودن داشتند و بد شدند و برای آنهایی که خود نبودند و تلاش می‌کردند خود باشند. راستی ساده بگویم، سخت نگیر. زندگی فقط قصه ایست که صفحه به صفحه به خاتمه میرسد و به خاتمه میرساند.